بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خب خواهرانی عزیز و گرامی، امیدوارم صحت و سلامت باشید ان شاء الله. درس امروزه ما در مورد 4 اقسام حدیث می شود که مخصوص در مورد حدیث معلل، مضطرب و مدرج می باشد. قسم مستفید رو از درس قبلی من گذاشته بودم سببی که درس قبلی خیلی دراز شده بود. برای همین ان شاء الله در این درس در یک صحیفه نظر میکنیم و میگذاریم. ما در اینجا رسیده ایم. امام ابن الملقن میگوید که والمستفید وهو ما زاد رواته في كل مرتبة على 3. میگوید که مستفید اون است که راویانش در هر درجه، در هر طبقه از 3 نفر زیادتر باشد، که متاسفانه این تعریف دقیق نیست طبق فهمیش جمهور محدثین. این را من از پیش خودم البته نمیگویم، از سببی که یعنی من کسی که چندین سال پس اومدم، تنها یک شاگردم، من نمیتوانم و باید جرأت این را نداشته باشم که به خلاف یک عالم حدیث یعنی تنقید کنم. اما من گپی دیگر علمای حدیث رو به شما پیش میکنم که دیگر علمای حدیث این چونین تعریف نمیدهند و این اصلا تعریفی چیست؟ تعریفی مشهور هست. اگر در اینجا نظر کنید فإن رواه جماعة سمی مشهورا، اگر جماعت روایت کند اون رو مشهور نامیده می شود. و در اینجا میگوید که در هر طبقه از 3 نفر زیادتر باشد اون رو مستفید نامیده می شود. پس فرق بین اونها چی شد؟ یگان فرق نموند. از این سبب این اصلا تعریفی مشهور هست و از این سبب است که من برای شما در درس قبلی اشاره کردم که مستفید یک اصطلاح دیگر هست برای مشهور، مترادف هست، هم معنا هست. همین قول از همه قولی معتبر و با اعتماد هست. به هر حال میگوید والمعلل هو حدیث المعلل کدام حدیث هست؟ وهو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. صحیفه بعدی میگوید که معلل حدیث است که در آن علت ظاهر شده باشد. علت یعنی یک نقص. در اینجا علت به معنای تاجیکی سبب نیست، بلکه علت به معنای یک بیماری هست، یک کمبودی، یک نقص هست. چه طوری که من در دیناروز بود و فکرم پریروز بود که من در درس عربی نحو تطبیقی به شما گفته بودم که حرفای الف و یا رو حرفای عله گفته می شود، چون که کلمه رو یا فعل رو علت دار یا بیمار یا نقص می رسانند. به هر حال میگوید که در آن علت ظاهر شده باشد که در صحت آن نقص می رساند با سالم بودن در ظاهرش. یک علت خفی داشته باشد، یک علت، یک نقص پنهانی که در صحتش نقص یا اینکه ضرر برساند، اما ظاهر حدیث سالم و سلامت به نظر میآید. مع السلامت البته در هر این بخش داخل میشود. بعدا میگوید که والمضطرب وهو ما يروى على اوجه مختلفة متساویة. حدیث المضطرب بعضی وقت المضطرب هم گفته میشود، اما ضبطی یا اینکه تلفظی مشون مضطرب هست. خب مضطرب آن حدیثی است که با طرزهای مختلف، طرزها، نمودها، جهتهای مختلف روایت کرده شود، اما در قوت برابر روایت می شود. من این رو میفهمانم، اما مختصر کرده حالا تو شرح بدیم این است که در اینجا مشکلات حدیث مضطرب این است که این یک حدیثی هست که از چندین سندها روایت می شود، اما از این چندین سندها با چندین طرزهای مختلف، کمی و بیشی مختلف روایت می شود. و وقتی که ما می خواهیم که یکی از اینها رو انتخاب کنیم یا اینکه از جهت قوت یکی از اینها رو، یکی از این طرزها رو ترجیح بدهیم، بالا گذاریم، انتخاب کنیم و دیگر طرزهایش رو یعنی رد کنیم یا اینکه نگیریم، ما نمیتوانیم که یکی از این طرزها رو، یکی از این نمودها رو ترجیح بدهیم، راجح قرار بدهیم، از سببی که تمامی سندهایش از جهت قوت برابر هست. پس ما در یک مشکلاتی میافتیم که نمیدانیم و نمیتوانیم از جهت قوت سندی به یک حدیث بالای دیگرش یا اینکه به یک طرز روایت شدهش بالای دیگرش ترجیح بدهیم یا اینکه یک طرز رو بالای دیگرش انتخاب کنیم. والمدرج وهو زیادة تقع في المتن ونحوه. و مدرج حدیث است که عباره یا کلمه، حتی از جهت ترجمه من بعضی چیزها رو اضافه میکنم در قوسک، از سببی که خیلی روشن نیست، خیلی مختصر و مغلق، یعنی که
بند هست، پوشیده هست، قلف شده هست این متن. اگر باید داشته باشید، به فکرم در یکی از اولین درس‌های مصطلح من برای شما یک نکته خیلی جالب رو فهمانده بودم که بعضی وقت بعضی علمای متقدمین، علمایی که در زمانه اول می اومدن وقتی کتاب‌ها رو تصنیف میکردن، بعضی وقت از سببی که نمیخواستن که نوآموزان و جاهلان به این علم دسترسی داشته باشند و داخل شوند و گپ زنند، فکر و مفکوره خود را بیان کنند، کتاب‌های خود را خیلی مختصر می‌نویسند تا اینکه این همچون یک قلف عمل کند، همچون یک قلف باشد به خلاف جاهلان. چون که اگر اینقدر مغلق و مختصر باشد یک متن، تنها عالم آن را باز کرده میتواند و فهمیده میتواند. این هم خیلی یک نقطه جالب هست. عموما ما گمان میکنیم که وقتی که یک متن خیلی کوتاه باشد، ما فکر میکنیم که یعنی کوتاه بودن یا مختصر بودن یعنی آسان بودن، حالان که همه وقت این راست نیست و این حقیقتی حال نیست. بعضی وقت وقتی که یک فن خیلی با اختصار نوشته میشود، یکم چیز فهمیده نمیشود، مخصوصا برای شاگردی نوآموز. به هر حال من در اینجا کمی اضافه کردم که آن حدیثی است که عباره یا اینکه کلمه در متن یا اینکه سند حدیث اضافه میشود که از آن نیست. به هر حال میگذاریم به تعریف حدیث مستفیض. لغتا کلمه مستفیض اسم فاعل هست از کلمه استفاضه. استفاضه البته این ثلاثی مزید فی هست برای کسانی که صرف رو میدونن و گویم که ثلاثی مجردش فاضه هست. فاضه یا فیاضه هست، یعنی حرفهای اصلیش. استفاضه یعنی اصلی آن، اصلی همین حرفهای اصلیش از فاض الماء هست. اصلا از کلمه فاضه هست، اما این مصنف، این مؤلف شیخ محمود طاهن همه وقت همین فعل ها رو در یک جمله داخل میکند، از این سبب یک جمله بندی میشود در اینجا. اصلا استفاده از کلمه فاضه هست، اما این فاضه رو در جمله میگذارد که معنایش روشن شود. فاض الماء یعنی که جوریستنی آب، جوری شدنی آب. و سمی بذلک لانتشاره. و این حدیث رو مستفیض برای چی مینامند؟ از سببی که معنایش یا اینکه همین حدیث پهن شده هست به مانند آب. مستفیض پهن شده، از سببی که این حدیث پهن شده است. اکنون اصطلاحاً چی معنا دارد؟ اختلف یا اینکه اختلف فی تعریفه على ثلاثه اقوال. اختلاف هست بین علما در تعریف این نمود حدیث یا این مصطلح. اما پیش از پیش برای شما میگویم که شما زیاد خواطر نشوید از پس حدیثی المستفیض. بعد از اون که الحدیث المستفیض رو یکم بار که در همین جمعه آموزید، شاید که در کتاب‌های حدیث یا اینکه تماما نبینید یا اگر ببینید شاید سالی یک بار ببینید. یعنی این حدیث هیچ پیش نمی آید از سببی که این یگان قسمی مستقلانه نیست. متاسفانه مردم گمان میکنن که این یک قسمی مستقلانه هست، یک نمودی جدا هست، اما در اصل نمودی جدا نیست. همین خیلی یک اصطلاح دیگر هست برای حدیثی مشهور که در وقتهای اول در یگان کتاب ها همین عباره آمد و مردم گمان کرد که این یک قسم دیگر هست، اما در اصل این یگان قسمی جدا نیست. حتی همین اصطلاح رو شما قریب که هیچ وقت نمیبینید در کتاب های حدیث. یگان کس نمیگوید که این حدیث مستفیض هست، تنها مشهور رو میبینید با همان معنایی که من به شما درس دادم. اما به هر حال سه معنای یا اینکه سه قول هست در مورد همین اصطلاح. بعضی ها میگویند مرادف للمشهور که از همه قول معتبر هست، مرادفی حدیثی مشهور. دویمش این است که این خاصتر هست از مشهور، یعنی که به مانند مشهور هست اما زیادتر اختصاص دارد، زیادتر مخصوص هست در این که مستفیض چگونه فرق میکند یا چگونه خاصتر هست از نمودی مشهور. این گونه که حدیث مستفیض باید طرفهای اسنادش برابر باشند، در حالی که چنین شرط برای مشهور وجود ندارد. یعنی که این گونه گفتنی هستند که در حدیث مستفیض هر دوی طرف اسناد، همه طرفهای اسناد باید یک رقم داشته باشند، یا اینکه در هر طبقه سه تا باشد از اول تا آخر، تا اینکه تمام طبقه هایش، تمامی گویم که طرف های سندش برابر باشد. اما این گونه حدیث حتی وجود هم ندارد. یگان حدیثی نمی باشد که همه وقت در هر طبقه یک عدد می داشته باشد، یک عددی راویان. این حتی حقیقتی حال نیست، یعنی از جهت عملی مطابق نمی شود.
برای همین این معتبر نیست. و آخرین قول همین است که این عامتر هست از کلمه مشهور، عمومی تر هست و این برعکس قولی دوم هست، یعنی که این عمومی تر هست و مشهور خاصتر هست. اما من زیاد فشار نمیدهم و زیاد وقت رو نمیگذرانم برای این قسم، از سببی که من فقط همین قدر میخواهم شما بفهمید که المستفید یک کلمه دیگر هست که بعضی علما در وقتهای اول برای مشهور استفاده میکردند یا استفاده کردند. این یگان قسم مستقلانه و جدا حساب نمی شود و حتی در کتاب های حدیث هم به نظر نمی آید و زیاد یعنی پیش نمی شود، پیش نمی آید. همین قدر رو بفهمید. می گذاریم به تعریف الحدیث المعلل. تعریف حدیث معلل. اکنون اینش مهم هست. معلل چیست؟ خب لغتا معلل چی معنا دارد؟ در اینجا کمی تفصیلات هست، من به شما خلاصه میکنم هیجان نشوید. اسم مفعول هست از اعل، اصلا از کلمه اعل هست، نه اینکه اعله، اما چیزی که گفتم در جمله میگذارد فعل را تا اینکه فهمو شود. میگوید که از کلمه اعل هست، اعل فهو معل اصلا باید شود. اگر از فعل اعل باشد پس اسم مفعول درستش طرز وزنی درستش معل میشود، طرز درستش معل میشود، نه اینکه معلل. این طبق قیاس صرفی هست که قیاسی صرفی که مشهور هست و هو لغت الفصیحتی. خب در اینجا من میخونم کلمه معل اسم مفعول هست که از فعل اعله گرفته شده است، یعنی او آن را با چیز علت دار کرد، اعله. و این قیاس معروفی صرفی و زبانی فصیح می باشد، یعنی که اگر ما قانون های صرفی رو پیروی کنیم و طبق قاعده های صرفی این رو تصریف دهیم به همین کلمه معل می رسیم. أكنون لكن التعبير بالمعلل من أهل الحديث جاء على غير المشهور في اللغة، ومن المحدثين من عبر عنه بالمعلول وهو ضعيف مرذول عند أهل العربية واللغة. میگوید که بعضی محدثین اصطلاح میگوید که اما استفاده اصطلاح المعلل ما همین قسم رو چی مینامیم؟ المعلل. از چی سبب المعلل میگویم؟ در اینجا شیخ محمود میفهموند که المعلل از جانب اهل حدیث برخلاف معروف لغت هست، برخلاف لغت مشهوری این فعل هست که اصلا باید المعلل باشد، اما معلل گفته میشود بغیر از طرز قیاسی، بغیر از طرز صرفی مشهور، غیر قیاسی هست، از جهت شنیدن این استفاده می شود. و میگوید بعضی محدثین اصطلاح المعلول را استفاده میکنند بر وزن مفعول ثلاثی مجرد، اما این نزد اهل زبان و لغت ضعیف و قبول نشونده شماریده می شود. پس خلاصه این نقطه یکم چیست که این نوع را ما معلل می نامیم. اصلا طرز قیاسی، طرز یا طبقی قیاسی صرفی باید المعل باشد، اما ما این رو بغیر از طرز قیاسیش المعلل میگوییم. بعضی ها معلول مینامن این رو، اما معلول دقیق و درست نیست، گرچنده که در کتاب های متقدمین بعضی وقت میبینید که معلول میگویند. نمیدانم امام شافعی هست که معلول گفت یا اینکه یکی از امام های حدیث هست که در اصل متقدمین بودن و در کتابشون این نوع رو معلول میگویند، اما از جهت لغوی میگویند که این دقیق نیست، باید معلل گفته شود. به هر حال با ما مهمش اصطلاحی هست، از جهت اصطلاحا چی معنا دارد؟ هو الحديث الذي طلع على علة تقدح في صحته مع ان الظاهر السلامة منها. این حدیثی است که در آن علتی ظاهر شده است، یعنی که در آن علتی موجود هست، در آن علتی پیدا می شود که به صحت آن خلل می رساند یا اینکه ضرر می رساند، در حالی که ظاهری آن از علتها سالم به نظر می رسد. و در اینجا من برای شما زیادتر تفصیلات دادم. تعریف علت، خودی همین علت چیست که این حدیث رو معلل می سازد؟ علت سبب پنهان هست که به صحت حدیث خلل می رساند، به صحت حدیث خلل یا اینکه ضرر می رساند. از این تعریف برمی آید که علت در نزد عالمان حدیث باید دو شرط داشته باشد. یکمش این است که پنهان و ناعیان باشد، ظاهر نباشد، و دوم این است که در صحت حدیث نقص باید برساند. هدف من چیست در اینجا؟ خب من برای شما میفهمونم. علت یا اینکه حدیث علت دار، حدیث معلل، این گونه حدیث رو گفته می شود که در این حدیث یک
کمبودی یا یک ضرر، یک نقص که من علت میگویم، یک نقصی پنهانی باشد که در صحت حدیث خلل رساند. یعنی که اولا اگر نقصی پنهانی نباشد و نقصی عیان باشد و نقصی ظاهر باشد، مثلا ما ظاهرا دیده توانیم که در اینجا سقطی اسناد شده است، کسی از سند افتیده است، حذف شده است، این هم علت هست، این هم یک بیماری یا یک نقص هست در حدیث که در از سند این حدیث یک کسی افتیده است، یک کسی حذف شده است. اما این نقص پنهانی نیست، از این سبب این را علت گفته نمی شود. یا اینکه علت میگویند اما علتی ظاهر میگویند تا اینکه از این بخش استثناء کنندش. فهمیدید؟ یعنی که باید یک علتی خاموش و پوشیده باشد و از ظاهر معلوم نشود. در سند یگان کس حذف نشده باشد، مثلا حدیث شاذ معلوم نشود، در حدیث یگان عباره یا کلمه ایواز نشده باشد، یگان عباره یا کلمه علاوه نشده باشد، ظاهرا معلوم نشود و اینگونه یک نقص باشد که به حدیث ضرر رساند. مثلا یک فا یا واو، یک حرف عطفش اگر دیگر شده باشد، این به حدیث ضرر نمی رساند. شیخ طارق بن عوض الله یک عالم حدیث هست، حنفی نیست اما در حدیث البته مصطلح الحدیث درس میدهد، پس باقی ندارد. میگوید که به مانند واو عمر باید نباشد. کسانی که از زبان عربی آگاه هستند، شما میدانید که وقتی که ما نام عمر رو می نویسیم، از این برای این که از نام عمر فرق کنیم، این نام رو عرب ها به این نام چی میگذارند؟ یک واو رو اضافه میکنند در آخر، عین میم را واو می نویسند که این نام از عمر به عمر یعنی تبدیل می شود، باید عمر گفته شود. اما این میگوید که این علت به مانند واو عمر باید نباشد که یگان خلل نرساند در حدیث، باید یک علت، یک نقصی باشد که ضررناک باشد، یکی از 5 شرایط صحت به خلل رساند. همین گونه میفهماند. به هر حال اگر یکی از این شرط ها نباشد، مثلا علت آشکار باشد یا علتی باشد که به صحت حدیث ضرر نرساند، در این حالت علت به معنای اصطلاحی حساب نمی شود. باز هم بعضی علما کلمه علت را یا اینکه معلل را استفاده میکنند به معنای لغوی، یعنی که در اینجا یک خطا شده است، در اینجا یک کمبودی هست، در اینجا یک نقص هست، حتی اگر به معنای اصطلاحی هم استفاده نکنند. در اینجا من نوشتم محدثین بعضا اصطلاح علت را برای هر گونه نقص‌های حدیث استفاده میبرند، حتی اگر پوشیده یا ضرر دهنده نباشد. یعنی که متوجه باشید که بعضی وقت میگویند که فیه علت او هذا معلول، این گونه میگویند اما به معنای لغویش. پس هر کلمه عله یا اینکه معلل در کتاب‌های مصطلح و حدیث به معنای اصطلاحی استفاده نمیشوند، بعضی وقت به معنای لغوی استفاده میشود. پس این رو یعنی در یک کنجی فکرتون بگیرید که همه وقت این گونه فکر نکنید که این حدیث معلل هست. و این چونین از همه گپی اساسی که در فکرم حالا رسید این است که اگر باید داشته باشید وقتی که یکم قسم حدیث رو که شما آموختید حدیث صحیح، اگر باید داشته باشید 5 شرایط رو که ما ذکر کردیم، آخران شرطش همین است که باید حدیث معلل نباشد، علتی خفی نداشته باشد. پس همین است حدیث معلل. اگر حدیث معلل شود صحیح بوده نمیتواند. اما بعضی وقت اگر یگان عالم معلل رو یا علت رو به معنای لغویش استفاده کند، میتواند که یعنی احتمالی هست و امکانیتی هست که حدیث باز هم صحیح باشد. خب پس همین هست گپی اساسی در اینجا که حدیث باید معلل نباشد، یعنی که اگر حدیث معلل شود به خلاف صحت حدیث کار میکند، به خلاف صحت حدیث میباشد. پس این گونه باید نقص یا ضرری نباشد که پنهان و ضرر دهنده باشد. خب شناخت علت ها یکی از دقیق ترین علوم حدیث هست که تنها محدثین بزرگ و فهمیده در این فن تخصص دارند. به این علم نادر تنها کم علما به مانند ابن المدینی، امام احمد، امام بخاری، امام ابو حاتم الرازی و امام الدارقطنی سر و کار داشتند. یعنی که حتی یعنی تمام محدثین در این فن تخصص نداشتند. از جمع محدثین بعضی ها در این فن گویم که یک مهارت داشتند. برای اون که بعضی علما این گونه میفهمونند که مثلا بگویم که یک دکتر رو یا یک کسی که با طلا سر و کار دارد، همین گونه شخص رو اگر کسی یک طلا پیش کند، زیورات پیش کند، همین گونه چیزها رو اگر خوب شناخته تواند، بعضی وقت برای کسی که در این فن
علم ندارد فهمانده میتواند که خب من از این جهت و از این جهت فهمیده میتوانم که این طلای اصلی نیست، از وزنش از رنگش فهمیده میتوانم. شاید یک کمی فهمانده تواند برای کسی که همین فن رو نداند یا همین با طلا سر و کار نداشته باشد. اما بعضی وقت این هم امکان دارد که به همین گونه یک شخص طلا پیش کرده شود که آیا همین طلای اصلی هست یا نه، و این شخص فهمانده نتواند اما بفهمد که این طلای اصلی نیست. اما اگر پرسیده شود که چرا، وزنش هم خیلی گرنگ معلوم می شود و رنگش هم خیلی تازه معلوم می شود، از چی سبب است که شما میگوید این طلای اصلی نیست؟ و این کسی که تجربه دار هست بعضی وقت فهمانده نمیتواند اما میداند که این طلای اصلی نیست، میگوید که بله یعنی وزنش هم درست معلوم می شود، رنگش هم، اما این طلای اصلی نیست از سببی که یعنی من خیلی زیاد طلاها رو دیدگی هستم، این یعنی من فهمیده میتوانم، درک کرده میتوانم، حس کرده میتوانم که این طلا نیست. بعضی گویم که بعضی مهارت ها، بعضی هنرها با تجربه و با تجربه چندین سال پیدا کرده می شود که این را دیگران داشته نمیتوانند. پس علمایی که در همین فن علت سر و کار دارند، آنها از چندین قرینه ها، از چندین اشاره ها و از بعض قاعده ها فهمیده میتوانند که یک حدیث علت دارد، نقص دارد و این است نقصش. بعضی وقت فهمانده میتوانند برای کسی که در این فن نیست که علتش چیست و از چی سبب علت دار هست. بعضی وقت حتی فهمانده هم نمیتوانند اما آنها میدانند. این گونه یعنی امیدوارم که شما فهمیده توانستید هدف من چیست از فن علت، که بعضی چیزها با لفظ بیان کرده نمی شود، تنها همان شخصی هنردار و مهارتدار یعنی خودش فهمیده میتواند. خب یعنی یک حسیات دارد، حس کرده میتواند. بعضی قرینه های هست که به شخصی غیر علم یا شخصی که از این فن بیرون است فهمانده نمیتواند. همین خیلی دکتر هم یک مثال بوده میتواند، خیلی من با تفصیل نمیگویم، اما دکترها بعضی چیزها رو فهمانده میتوانند برای کسی که دکتر نباشد، طبیب نباشد، و بعضی چیزها رو همین خیلی فهمانده نمیتوانند. میگویند که اینجا بعضی اشاره هایی هست که من عادت کردگی هستم با همین اشاره ها بفهمم که این یعنی این بیماری هست یا اینکه این یک بیماری شدید هست یا اینکه این به بیماری میکشاند انسان رو و غیره و غیره. پس این فن علت که هست، فن علل الحدیث گفته می شود. جمع کلمه علت چیست؟ علل. این رو فن علل الحدیث گفته می شود. یک کمی یعنی قاعده و چیزها دارد، قاعده و پرینسیپ ها دارد که به شاگردان حدیث درس داده می شود، که من این قاعده های عمومی را گویم که خواندگی هستم، اما بالای این قاعده ها بعضی نقطه های تجربوی هست که فهمانده نمی شود، تنها با تجربه حاصل کرده می شود. و عموما فن اصول الحدیث که هست چندین بخش دارد، چندین شاخه دارد. شما شاخه مصطلح الحدیث را آموخته استودید، پس از این عموما تخریج درس داده می شود، پس از این الجرح و تعدیل یعنی درس داده می شود، پس از این علم الرجال و در آخران بعد عله درس داده می شود. می گذاریم به حدیث مدرج. خب لغتا مدرج اسم مفعول هست از کلمه ادرج یدرج ادراجا بر وزن افعال. مدرج فهو مدرج، این هست اسم مفعول. و در اینجا در یک جمله میگذارد ادرجت الشیء فی الشیء، من چیزی رو ادرجت میتواند هر دویش فرق نمیکند، من چیزی رو در چیز دیگر وارد کردم، داخل کردم. اذا ادخلته فیه و ضمنته ایاه، وقتی که من چیزی رو داخل دیگر کردم و شامل دیگر چیز گردانیدم. اصطلاحاً چی معنی دارد؟ ما غیر سیاق اسناده او ادخل فی متنه ما لیس منه بلا فصل، حدیثی که در سلسله سند آن تغییرات وارد شود یا در متن آن به فاصله چیزی علاوه گردد که از آن نیست. مهم همین است که این حدیثی رو گفته می شود که در یا اینکه در سندش یک نام، دو نام، چندین نام ها پوره یک سند یا اینکه علاوه شود، یا اینکه در متنش یک عباره، یک کلمه، یک پوره جمله چی شود؟ اضافه شود. این را گفته می شود مدرج، حدیثی علاوه شده. می گذاریم به تفصیلات این بخش، قسم های حدیث مدرج. مدرج دو نوع دارد، مدرج اسناد و مدرج متن. مدرج الاسناد و مدرج المتن.
مدرج الاسناد حدیثی که در سلسله سند آن تغییرات وارد شده است. بعضی نام ها علاوه شده است یا پورا یک سند علاوه شده است. از شکل های آن چنین هست که راوی اسناد را نقل میکند و هنگام نقل چیزی از خود میگوید. شنونده گمان میکند که این قسم از متن حدیث هست که باعث تغییر سلسله اسناد میگردد. پیش از این یک مثال آسانی که من چندین بار اشاره کردم این است که انسان بعضی وقت چی میکند؟ که این گونه یعنی این گونه رخ دادنش امکانیت دارد که بعضی وقت یک راوی میتواند که سند خود را بیان کند و ناخواست در سند خود یک دو سه نام را علاوه کند. یا اینکه شکلی که در اینجا ذکر شده است این است که پورا یک سند را ذکر میکند، پورا یک سلسله سندی را ذکر میکند و پس از آن باید متن همان سند را باید ذکر کند، اما فکرش یک طرف دیگر میرود و از پیش خودش یک گپ میگوید. چی شد؟ گپش با این سند شامل شد، یک شد و شنونده گمان کرد که این پورا یک حدیث هست و این سند را با این قول چسباند، یعنی پیوست کرد. چی شد؟ این سند اصلا از این گپ نیست و این گپ اصلا حدیث هم نیست، اما این در گویم که سندی در سند تغییرات نآمده است، اما یک سند به یک قول چسبیده شده است، پیوست شده است که از آن نیست. این یک مثالی اسناد هست، مدرج الاسناد. اما مدرج المتن زیادتر روشن هست. تعریفش این است که حدیثی که در متن آن به فاصله چیزی علاوه شده است که از متن نیست. خب این سه نوع دارد. ما میتوانیم که به سه نوع تقسیم کنیم یا اینکه به سه نوع تقسیم نکنیم، این اونقدر تقسیماتی مهم نیست. اما علاوگی یا اضافه، وقتی که یک عباره یا کلمه ها اضافه که می شود، میتواند که در اولی حدیث رخ بدهد، در مابین یا در آخر. مثال رو نظر میکنیم که وقتی که در اولی حدیث چیزی علاوه می شود، این خیلی جالب هست، توجه کنید. قصه ثابت بن موسى الزاهد في روايته من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ليكتب المستملي، فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقصد بذلك ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به كذلك. خب در اینجا یک قصه پیش کرده می شود برای فهماندن این قسم یکم، مدرجی اسناد. خب اساسا این قصه چنین هست که ثابت ابن موسی نزد شریک ابن عبدالله قاضی حاضر شد. من خودم نقل میکنم با لفظهای خود، اگر خواهید این رو در وقت خود خوانید. یک استاد حدیث بود به نام شریک ابن عبدالله القاضی. خب و این استاد شریک ابن عبدالله یک مجلس حدیث داشت. در همان روز یک مجلس حدیث داشت و در آنجا شاگردان حدیث حضور داشتند و این شریک ابن عبدالله حدیث روایت میکرد. خب و در عصرهای اول من چندین بار به شما فهمانده بودم که در عصرهای اول طرزی یا یک نمودی طالب العلم نوشتن خودی حدیث بود، نه اینکه شرح حدیث و مصطلح الحدیث، از سببی که این عصر اول بود و حتی حدیث ها جمع آوری کرده نشده بودند، یعنی زیاد حدیث ها جمع آوری کرده نشده بودند، یعنی مسندها و مصنفها و صحیح ها موجود نبودند، یعنی کتاب های حدیث که جمع شده بوده در آن حدیث ها موجود نبودند تا حال. پس شاگردان حدیث چی میکردن؟ میرفتند و در مجلس های حدیث گوش میکردن از استادانشون، از محدثا حدیث ها رو و می نوشتن در دفترهای خود تنها حدیث ها رو و بعضی نقطه های یعنی تشریح را. پس یک طالب علم به نام ثابت بن موسی به مجلس شریک ابن عبدالله رفت و کمتر دیر کرده بود. همین که داخل شده، یعنی هنگام داخل شدنش، همین استاد شریک ابن عبدالله با یک حدیث نو آغاز کرده بود و تنها سندی همان حدیث رو گفت، یعنی که با سندی همان حدیث آغاز کرد و گفت حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. تا اینجا رسیده بود که همین طالب علم به نام ثابت بن موسی داخل شد و در مجلسش نشست.
و این استاد تنها سند را بیان کرده است، تا حال تنها سند را نقل کرده است و خاموش ایستاد پس از نقل کردن سند تا اینکه وقت بدهد برای شاگردان که شاگردان حدیث را بنویسند. اصلا در اینجا گفته شده است که لیکتب المستملی، تا اینکه مستملی یعنی نویسد. اما البته هم مستملی و هم دیگران. مستملی اصلا کسی می بود در مجلس های حدیث که به مانندی خب در زمان ما چیز ما بلندگویک داریم، خب میکروفون داریم و یک بلندگویک صدای میکروفون رو بلند میکند. اما البته در زمانهای قدیم خودی همین اسباب بلندگویک و میکروفون موجود نبود. پس مستملی کاری بلندگویک رو انجام میداد با آوازش، چون که مجلس ها اینقدر کلان میبودند که آوازی استاد بعضی وقت تا آخری مجلس، تا آخری همین شاگردان نمیرسید، شاگردان نمیشنیدند. پس در مابین مجلس در آخران قسمتی که مستملی شنیده میتواند در همونجا میشیشت و وقتی که استاد نیمی حدیث را یا اینکه یک قسمتی حدیث را میگفت مستملی میشنید و استاد خاموش میشید و مستملی خسته با پشتی مجلس یعنی با آواز بلندش میگفت که تکرار میکرد که استاد حالا چی گفت، یعنی تکرار کننده، نقل کننده به مانند یک بلندگویک. خب پس گپی اصلی این است که بعد از گفتن سند همین استاد شریک خاموش ایستاد تا اینکه شاگردان نویسند، مستملی هم نویسد یا اینکه مستملی این یعنی همین سند را رساند به پشتی مجلس، به دوام مجلس، کسانی که شنیده نمیتوانند استاد را اونقدر خوب. پس این شاگرد موسی آمد و در مجلس نشست و وقتی که شریک استاد ثابت ابن موسی رو که دید، یعنی چهرهش رو دید، چهرهش خیلی نورانی و زیبا نمایان شد، معلوم شد. پس برای همین شاگردش یک سخن از طرف خود گفت. از طرف خود در موردی درباره همین شاگردش چی گفت؟ گفت که هر کسی که شبها زیاد نماز خواند رویش روزها زیبا می شود. یعنی مستقیما و با شاگردش نگفت، اما وقتی که شاگردش رو دید که چهرهش خیلی روشن و زیبا بود، با شاگردانش همین خیلی گفت که یعنی عجبا، هر کسی که شبها زیاد نماز خواند حتما رویش زیبا خواهد شد روزها. همین گونه یک سخن گفت، اما از سبب همین شاگردش ثابت بن موسی. اما ثابت بن موسی که نو داخل شده است نفهمید که این درباره او بود، این یک نقل یا یک سخن از خود استاد بود، یک فکر بود از طرف خود استاد، نه اینکه این حدیث بود. همین ثابت بن موسی سند را نوشته بود و در آخری همین سند همین گفتنی را اضافه کرد. یعنی که سندی که باید به یک حدیث دیگر می رفت با سخن استادش کرد شامل کرد، اما قصداً نه، از سبب غلط فهمی. و همین ثابت بن موسی یک نفری بود که از سبب همین غلط فهمیش همین سند را با همین سخن همچون یک حدیث نقل میکرد. و این یک مثال مدرج اسنادی هست که این سند با همین سخن پیوست شد ناخست و این شاگرد این رو چی میکرد؟ بیان میکرد به دیگران. اما از سبب دیگر شاگردان و از سببی که البته جستجو کرده میشود هر سند، بعداً فهمیدن یا شاگردان ثابت بن موسی یا معاصران ثابت بن موسی که این اصلا یک حدیث نیست، این نقلی یا سخن استاد با این سند شامل شد، پیوست شدک ناخست. خب میگذاریم به مثال مدرج متنی که در اینجا من برای شما 3 مثال پیش کردم، از سببی که میتواند که یک سخن اضافه شود در اولی حدیث که از خودی حدیث نباشد، میتواند در میانه حدیث واقع شود و در آخری حدیث هم رخ بدهد. پس نظر کنید مثال لوقوع الادراج فی اول الحدیث، مثال برای وقوع شدن، علاوه شدن در اولی حدیث. خب در اینجا ما رواه الخطیب، آن چیزی که امام خطیب البغدادی روایت میکند از ابی قطن و شبابه عن شعبه عن محمد بن زیاد عن ابی هریره. خب یک حدیثی هست که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکند که میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب از ابو هریره رضی الله عنه شاگردانش این گونه حدیث را روایت کردن، بعضی هایش همین حدیث را این گونه روایت کردن و بعضی هایش با طریقه درست. از ابو هریره
همین حدیث این گونه روایت می شود که ابو هریره گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود اسبغوا الوضوء ویل للعقاب من النار، که پیامبر صلی الله علیه و سلم چی فرمود؟ وضو را کامل کنید که وای بر پاشنه های آتش، پشتی پای را پاشنه ها به فکر میگوید، وای بر پاشنه های از آتش، یعنی که پای های خود را مکمل بشوید که پای ها خشک نماند، پشتی پای ها، زیر پای ها خشک نماند که جایشان در آتش هست. همچون یک وعید فرموده شده است که انسان باید کوشش کند که پای هایش یعنی پای هایش رو تیز نشوید که خشک ماند عقیب پایش. پس در اینجا محدثین این را واضح می‌سازند، میگویند که قوله اسبغ الوضوء مدرج من کلام ابی هریره كما بین في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة قال. خب در اینجا محدثین میگویند که قسمت یکمش، یعنی که در این حدیث اصلا قسمت یکمش این گپی پیامبر صلی الله علیه و آله نیست، بلکه گپی ابو هریره رضی الله عنه هست که بعضی شاگردانش یا اینکه شاگردانش گمان کردند که این اولی حدیث هست. ابو هریره رضی الله عنه وقتی که این گپی پیامبر صلی الله علیه و آله را ویل للعقاب من النار را وقتی میخواست که روایت کند یا نقل کند، اول این گونه آغاز کرد که گپی خودش رو گفت که اسبغ الوضوء فإني سمعت يعني فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار. این گپی خودش بود، اما بعضی کسانی که از ابو هریره شنیدند یا میتواند که این غلط فهمی از شاگردش، یکی از شاگردانش، یعنی که یکی از تابعین یعنی رخ داده باشد، یا اینکه این میتوانست که از یکی از شاگردانش به وقوع آمده باشد. پس مهم همین است که بعضی ها در غلط فهمی افتادند که این اولی حدیث هست و پیامبر صلی الله علیه و آله این قسمت رو هم گفته است. اما از یک روایت دیگر به ما روشن می شود که اصلی یعنی شکل درست این حدیث چنین هست که ابو هریره رضی الله عنه گفت وضو را کامل کنید، زیرا ابوالقاسم یعنی که محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است وای بر پاشنه های آتش. پس دیدید که چطور در اولی این حدیث این قسمتش مدرج هست، یعنی که علاوه و اضافه شده است و اصلا این قسمت از حدیث شماریده نمیشد، بلکه قولی صحابی هست. میگذاریم به مثالی مدرج در متن که در مابین باشد، در وسط الحدیث باشد. برای این حدیث عایشه رضی الله عنها فی بدء الوحی پیش کرده میشد که عایشه رضی الله عنها فرمود کان النبی صلی الله علیه و سلم یتحنث فی غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. که عایشه رضی الله عنها فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در غار حرا چند شب تنها میگذراند که آن عبادت کردن هست. اکنون و هو التعبد، این قسمت که هست در مابین حدیث، علمای حدیث این را روشن میسازند که این اصلا عایشه رضی الله عنها این گونه نگفت، بلکه این قسمتش که یتحنث رو میفهماند، همین کلمه معنای یتحنث رو میفهماند، این از امام زهری مدرج شدگی هست. یعنی که وقتی که امام زهری از شاگردانی عایشه رضی الله عنها این حدیث رو که روایت کرد، وقتی که نقل کرد، گفت که عایشه رضی الله عنها فرمود کان النبی صلی الله علیه و سلم یتحنث فی غار حراء و هو التعبد الليالي ذوات العدد. یعنی که امام زهری خواست که یتحنث رو بفهمونه، چون که این غریب الحدیث هست، یعنی که یک کلمه نادر و سخت فهم هست، که خواست که به شاگردانش این را ظاهر کند و روشن بسازد معنای همین یتحنث رو. پس خودش گفت و هو التعبد، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و سلم یتحنث میکرد در غار حرا، یعنی یتحنث یعنی عبادت میکرد در غار حرا چندین شب. پس این گپی عایشه رضی الله عنها نبود، بلکه این گپی امام الزهری رحمه الله است که در مابین حدیث مدرج شد و بعضی ها این را وقتی که روایت میکردن تمام این را همچون قولی عایشه پیش میکردن، اما در اصل این قسمتش مدرج شد. میگذاریم به مثال آخران برای مدرج در متن که در آخرش یک چیز علاوه شده باشد، اضافه شده باشد، که اینش خیلی جالب هست. یک حدیث دیگری از ابو هریره رضی الله عنه هست مرفوعا، یعنی که میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود للعبد المملوك اجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر امي لاحببت ان اموت وانا مملوك. یعنی که ابو هریره رضی الله عنه فرمود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت برای غلام مسلمان دو پاداش هست، قسم به ذاتی که جان من در دست اوست، اگر جهاد در راه الله، حج
و احسان مادرم نمی بود، من دوست می داشتم که همچون غلام بمیرم. از سببی که غلام هم به عبادت الله مشغول می باشد، یعنی که همه مسئولیت های دینی خود را به جای می آورد و از جانب الله سبحانه و تعالی ثواب این را می گیرد و این چنین تمام مسئولیت هایی که به مولاهش باید پوره کند، به سیدش باید پوره کند، تمام کارها و مسئولیت هایی که از آن طرف باید پوره کند آنها را هم پوره می کند. از این طرف یک پاداش میگیرد. برای همین پیامبر صلی الله علیه و آله در مورد مملوک یعنی غلام 2 اجر گفته است که 2 اجر میگیرد. به هر حال اکنون در اینجا یک قسمتی همین حدیث که این شما شاید وقتی که میبینید گمان میکنید که این پورا یک حدیث هست، خب چون که من همین گونه پیش کردم و همین گونه پیش میشود در بعضی کتاب ها، اما در اصل در این متن یک قسمتش مدرج هست. کدام قسمتش که محدثین این رو روشن کردند؟ میگویند که قسمی قسم به الله، یعنی که از اینجا سر شده قسم به ذاتی که پر همین تا آخرش مدرج هست. از همین قسمت تا آخرش مدرج هست، علاوه شدگی هست از طرفی ابو هریره رضی الله عنه. این سخن ابو هریره می باشد. از چی سبب میدانیم؟ زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم چون این سخن نمی گفت که اون نمی توانست، چون که اون نمی توانست تمنای غلامی رو داشته باشد و این چونین یعنی و پیامبر صلی الله علیه و این روا نبود و این مناسب نبود که تمنای غلام بودن را بکند. پیامبر صلی الله علیه و هیچگاه این گونه کلام نمی گفت، این گونه سخن نمی گفت و این چونین مادرش نیز در قید حیات نبود که او برایش احسان کند. پس تنها حدیث قسمت حدیث کدام قسمتش هست؟ این قسمت یکم للعبد المملوک اجران. پیامبر صلی الله علیه و همین قدر فرمود. پس وقتی که ابو هریره رضی الله عنه این حدیث رو نقل کرد چی گفت؟ که پیامبر صلی الله علیه و فرمود للعبد المملوک اجران و بعداً خودش گفت که قسم به ذاتی که جانی من در دست اوست، اگر جهاد در راه الله نمی بود، حج و احسان برای مادرم، یعنی ابو هریره درباره مادر خودش می گفت من دوست می داشتم که همچون غلام بمیرم، از سببی که پیامبر صلی الله علیه و برای غلام 2 پاداش گفته است. یعنی این سخن از طرف ابو هریره بود رضی الله عنه. اما بعضی شاگردان ابو هریره یا این غلط فهمی می تواند که پس از آن در دیگر طبقه ها شده باشد، آنها گمان کردند که تمام این گفتنی از پیامبر صلی الله علیه و هست و تمام این را همچون یک حدیث نقل میکردند تا آن وقتی که محدثین این غلط فهمی را و این غلطی را روشن ساختند. خب حدیث مدرج چرا ادراج رخ میدهد؟ سببهایش گوناگون هست. از همه مشهورترین سببها این 3 تا میباشند. توضیح حکم شرعی. بعضی وقت یک محدث یا اینکه یک تابعی یا یک خود صحابی میخواهد که یک حکم شرعی را توضیح بدهد، زیادتر تشریح بدهد و در مابین چی میکند؟ گپ میزند از طرف خود و شنونده گمان میکند که این هم از حدیث هست، متن حدیث هست. دویم سببش این است که خارج کردن حکم شرعی از حدیث قبل از انجام آن، پیش از آن که حدیث به اتمام رسد چی میشود؟ یک حکم شرعی را میخواهد که نقل کند یا خارج کند از همین حدیث، استخراج کند. اما از سببی که حدیث به پایان نرسیده است، شنونده در غلط فهمی میافتد که این قسمت هم از حدیث هست، یا اینکه میخواهد که شرح کلمه ناشناس را در حدیث بدهد. و مانند امام زهری که چی کرد؟ کلمه یتحنث را خواست که شرح دهد فورا پس از همان کلمه و گفت و هو تعبد و شنونده گمان کرد که این هم از متن حدیث هست. و چگونه ادراج شناخته می شود؟ چگونه یعنی محدثین میفهمند که در اینجا مدرج شده هست، ادراج شده هست؟ چندین راه وجود دارد. از جمله یکمش این است که روایت حدیث در منبع دیگر به ادراج معلوم می شود. به ادراج هست یعنی که برای یک حدیث، برای یک متن، چنانی که شما باید بدانید چندین سند وجود می داشته باشد. پس شاید که در یک سند یک شاگرد همان سند همان طبقه در غلط فهمی افتاده باشد، اما دیگر شاگردان در این غلط فهمی نافتند. پس یک طریقه دیگر، یک سند دیگری همان متن رو وقتی که ما نظر میکنیم به ادراج هست و به ما روشن میسازد. دوم این است که بیان کردن این نقطه از جانب بعضی امامان متبحر به مانند امام بخاری، ابو حاتم الرازی، آنها چون که علل را میدانند و میشناسند، آنها میتوانند که به مانند همین نقطه ابو هریره که یعنی میفهمند که پیامبر صلی الله علیه و مادرش در قید حیات نبود، یعنی که پیامبر صلی الله علیه و هیچ وقت این گونه تمنا رو کردن نمیتواند، با این گونه قرینه ها و نشانه ها آنها فهمیده میتوانند که در اینجا ادراج شده است. عالمان حدیث بیان میکنند. این یک راه دیگر هست. دیگر این است که اعتراف خود راوی که این سخن را علاوه کرده است. شاید که همان راوی که
مثلا امام زهری باشد، یکی از شاگردان ابو هریره باشد، یک تابعی باشد، از پیش خود وقتی که یک کلام را میگوید و شنونده در غلط فهمی میافتد، شاید که یک روز دیگر همون شاگردش به او همون حدیث را میگوید، یا اینکه میخواهد که از همون یا اینکه از همون نقل کننده، از همون راوی و از همون امام استاد یک کسی میپرسد که آیا تو همین حدیث رو بیان کردی؟ و بعد اون متوجه میشود، میگوید که نه، من این رو از پیش خودم گفتم. بعد میفهمد که خوب شاگرد من در غلط فهمی افتاده است، خودش اعتراف میکند، خودش واضح میکند که نه، این حدیث نیست، من خودم این رو گفته بودم. شاید که یگان کس از همون شریک ابن عبدالله بپرسد که آیا تو همین حدیث رو بیان کرده ای از پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ و میگوید که نه، من این رو تنها برای یعنی در موردی همین کی بود ثابت گفتم. این گونه اعتراف خود راوی هم وضاحت میدهد. آخران این است که نتیجه غیر امکان بودنی آن که از پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین سخن گفته باشد، یعنی که اگر در خود متن همین گونه یگان اشاره باشد، قرینه باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه سخن رو گفته نمیتواند، به مانندی مثلا همون مادرم به مادرم من خیر کنم، یا اینکه مادرم را من نگاه بینی کنم، یعنی امکان نمی باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه گفته باشه، چون که مادرش زنده نبود. از این سبب یعنی به ما اشاره میکند که این ادراج هست، یا اینکه در اینجا یگان غلط فهمی شده است. حکم ادراج چیست؟ قصداً ادراج کردن طبق اتفاق علما از جمله محدثین و فقیهان حرام هست. البته قصداً کردن ناجایز هست. تنها استثناء در حالت شرح دادن کلمه های ناشناس هست که ممنوع نیست. اگر کسی خواهد که یک کلمه ناشناس را شرح دهد، و مانندی که همین در این زمانه هم همین گونه می شود، اگر مجلس های حدیث رو شنیده باشید، حدیث خونده می شود و بعضی وقت چون که حدیث خیلی زیاد دراز هست، در مابین حدیث استاد الکی شرح می دهد یا یک کلمه رو می فهماند. اما در زمانه ما این اونقدر یعنی این اونقدر سخت گیری در این ساحه نیست، از سببی که حدیث ها الکی در کتاب های حدیث جمع شدگی هستند. پس کسی در غلط فهمی هم نمی افته، چون که کسی از خاطرش یا از دفتر خود حدیث رو بیان نمی کند، حدیث رو نقل نمی کند، بلکه از کتاب های حدیثی نقل می کند. خب اکنون هست حدیث مضطرب. اضطراب مضطرب چی معنا دارد؟ هو اختلال الامر و فساد نظامه. از کلمه اضطراب می آید همین کلمه مضطرب و معنایش نااستواری و خراب شدن نظام چیزی می باشد. اصلی آن از حرکت موج ها گرفته شده است، وقتی که آنها زیاد حرکت می کنند و با همدیگر برخورد می کنند. معنای چیش؟ معنای اصطلاحیش چیست؟ مروی علی اوجه مختلفه متساویه فی القوه، حدیثی که با طرزهای مختلف نقل شود و همه آنها در قوت با هم برابر باشند. از تعریف مضطرب و شرح آن برمی آید که حدیث تنها در صورت مضطرب حساب می شود که دو شرط در آن محقق گردد. یکمش این است که اختلاف روایت های حدیث به درجه باشد که جمع بین آنها غیر امکان شود، یعنی که یک حدیث، یک متن با چندین سندها روایت می شود، اما با واسطه تمام این سندها متن کمی اختلاف می داشته باشد، کمی مختلف می باشد، در متن کمی زیادی یا اینکه بیشی، کمی و یا اینکه بیشی می باشد و ما نمی توانیم که بین آنها جمع کنیم. جمع کردن یعنی که غیر ممکن است، از سببی که این متنها یا نقطه هایی که در همون حدیث بیان می شود به خلاف یکدیگر هستند، هر دویش در عین وقت یعنی امکانیت ندارد که قبول کرده شود، متضاد هستند. و دویمش این است که روایت ها از لحاظ قوت برابر باشند تا که ترجیح یکی بر دیگرش ممکن نباشد. ما نمیتوانیم که از جهتی قوت سندی به یک تاش ترجیح بدهیم، یک تاش رو راجح قرار بدهیم بالای دیگرش، از سببی که تمامش برابر هستند در قوت سندی. اما اگر یکی از روایت ها بر دیگر ترجیح پیدا کند یا جمع بین آنها به طور قابل قبول امکان پذیر باشد، در این حالت اضطراب از حدیث دور می شود. اگر ما جمع کرده توانیم بین دو حدیث مختلف یا اینکه یک تایش ضعیفتر باشد و دیگرش قوت دارتر باشد از جهت سند، پس در این حالت حدیث مضطرب نمی باشد، چون که ما همان حدیثی که زیادتر قوت دارد یا همان حدیثی که از جهت سندی صحیح تر هست، آن را ما بالا میگذاریم، آن را ما انتخاب میکنیم. یا اینکه هر دویش اگر چی باشد امکانیت داشته باشد که جمع شود، به هر دویش عمل کرده شود، در عین حال هر دویش جمع شده تواند، پس در این حالت هم حدیث مضطرب نامیده نمی شود. در حالت ترجیح با روایتی دارای ترجیح عمل میکنیم و در حالت امکان داشتن جمع با همه روایت ها عمل میکنیم. و مضطرب که هست به مانند مدرج دو قسم دارد، مضطرب السند، مضطرب المتن. برای هر دو اینها دو مثال رو پیش میکنم و بعدا درس به پایان میرسد. مضطرب المتن را نظر کنید، حدیثی که
در آن فاطمه ابن قیس روایت میکند، میگوید که سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن الزکات. پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره زکات پرسیده شد و در جواب چی فرمود؟ اصلا پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمود سخن گفت، یک سخن رو گفت، اما صحابه و تابعین و کسانی که پس از آن در یکی از این طبقه ها کسی در غلط فهمی افتید و نفهمیدن که کدام یعنی کدام طرزش، کدام طرزی متن، طرزی گفتار، طرزی گفتنی پیامبر صلی الله علیه و سلم دقیق تر هست. یعنی که خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم هر دو این گفتنی ها رو نگفته است، اما یا صحابی یا تابعی در غلط فهمی می افتد که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه گفت. اکثرا این از طبقه تابعین این گونه غلط فهمی ها می شود که یعنی آنها فراموش میکنند که صحابی به من چگونه نقل کرد یا چگونه قول پیامبر صلی الله علیه و سلم رو به من بیان کرد. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب چی گفت؟ بعضی ها میگویند یا بعضی سندها این گونه این متن رو روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفت ان فی المال لحقا سوى الزکات. خوب گوش کنید که معنای این چیست. بیشک در مال حق غیر از زکات نیز وجود دارد. یعنی که اگر ما این رو قبول کنیم باید انسان هم زکات بدهد و هم یک چیز دیگر هم باید بدهد که این چی چیز هست؟ صدقه هست. باید ما هم زکات بدهیم و هم صدقه هم باید بدهیم. و بعضی ها میگویند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفت لیس فی المال حق سوى الزکات. در مال حق غیر از زکات وجود ندارد. یعنی که تنها بر شما لازم هست که زکات رو بدهید و غیر از زکات دیگر یگان چیز ضروری نیست. البته اختیاری ما میتوانیم که صدقه بدهیم و صدقه دادن خوب هست، اما این در موردی لازمی هست. فرضیت چیست؟ یعنی چی باید داده شود. پس اگر متن درست این متن یکم باشد، معنا این گونه می شود که در مال حق غیر از زکات نیز وجود دارد، باید هم زکات بدهیم و هم یک چیز دیگر که این چی چیز هست؟ صدقه هست. یا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که در مال حق غیر از زکات وجود ندارد که تنها باید زکات بدهیم. پس این دو مثال رو بگیریم. آیا ما می توانیم که در یک وقت به هر دو اینها عمل کنیم؟ نه. جمع کردن ممکن هست؟ امکان دارد؟ ندارد. چون که یا اینکه تنها زکات هست یا اینکه تنها زکات نیست. در عین وقت هر دوی این چیزهای متضاد با هم جمع شده نمیتوانند. خب اگر ما جمع کردن نتوانیم، قاعده حدیثی همین گونه هست که ما آن حدیثی که قوت دارتر هست آن را ما ترجیح میدهیم. اما هر دوی این حدیث ها از جهت قوت برابر هستند. از این سبب این حدیث را مضطرب گفته می شود. امام عراقی که محدث هست میگوید فهذا اضطراب لا يحتمل التأویل. این مثالی اختلاف یا اضطرابی هست. اضطراب یعنی اختلاف، تردد در متن هست که تحمل تأویل یعنی که حل نظر رو ندارد، تحمل حل شدن رو ندارد. حدیث های مضطرب حکمشون توقف هست، یعنی که ما توقف میکنیم، ما میایستیم تا وقتی که یک راه حل پیدا شود. نه هر دو حدیث رد کرده میشوند و نه هر دو حدیث قبول کرده میشوند، تا وقتی که یک علامت یا قرینه به ما نشان ندهد که کدام حدیثش باید یعنی ترجیح داده شود. اما با این مسئله البته که حل هست، چون این الکی حل شدگی هست، اما این مثالی مضطرب هست. و یک مثال دیگر مضطرب در سند این بود، مضطرب در متن حدیث اضطراب چی شد؟ اضطراب شد، یک اختلافی که در قوت برابر هستند، همین گونه یک اختلاف شد، رخ داد. اما مضطرب السند مثال برای این چیست؟ حدیث ابی بکر رضی الله عنه که گفت یا رسول الله اراک شبته قال شیبتنی هود و اخواتها. ابو بکر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله سوال کرد ای رسول الله میبینم که موی شما سفید شده است. پیامبر صلی الله علیه و آله در جواب گفت که سوره هود و مانندهای آن موی منو سفید کرده است. یا اینکه اخواتها لغتا معنایش خواهران آن هست، یعنی که سوره هایی که به مانند سوره هود هست موی من رو سفید کرده است. از سببی که این سوره ها خیلی سخت هستند، یعنی معنایشون انسان رو خیلی درد میدهند. پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه جواب داد. پس در اینجا چگونه یک اضطراب به وقوع آمده است؟ امام دارقطنی با ما میفهماند، میگوید که هذا مضطرب، این حدیث و مانند همین حدیث که همین متن رو دارد مضطرب هستند، چون که میگوید انه لم يروى الا من طریق ابی اسحاق، چون که این حدیث رو تنها ابو اسحاق یکی از شاگردان یعنی تابعین و غیره روایت کرده است. و میگوید که در این حدیث تا 10 گویم که نمود
چی شده است؟ اختلاف شده است. من همین رو میخونم به شما که زودتر تمام کنیم درس رو. میگه که این حدیث مضطرب هست، زیرا اون تنها از طریق ابو اسحاق روایت شده است، یعنی که یک سند دیگر وجود ندارد، تنها یک سند هست که ما نمیتوانیم یک سند دیگر رو ترجیح بدهیم و در نقل آن تقریبا 10 طرز گوناگون وجود دارد. چی میکند؟ بعض شاگردان همین ابی اسحاق آن را مرسل روایت میکنند. مرسل اگر باید داشته باشید وقتی که تابعی از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت میکنند. بعضی ها سند این را موصول یعنی که متصل روایت میکنند. بعضی ها این را از مسند ابوبکر رضی الله عنه روایت میکنند که ابوبکر رضی الله عنه این را مسندن روایت نقل کرده است. بعضی ها این را از سعد رضی الله عنه مسندن میشمارند، یا اینکه بعضی ها این را از حدیث های مسند عایشه رضی الله عنها نقل کردند. پس در اینجا معلوم نیست که سند دقیق همین حدیث کدامش هست. آیا این متصل هست؟ آیا این تنها گفته ابوبکر هست، گفته سعد، گفته عایشه رضی الله عنهم هست؟ کدام یعنی کدام طرز سند درست‌تر هست؟ و غیر از این نقل های دیگر نیز وجود دارد. همه راویان آن با اعتمادند و ترجیح بعض نقل ها بر دیگران امکان ندارد. این چنین جمع کردن این اختلافات غیر امکان هست. البته که اگر ما این حدیث ها رو جمع کردن نتوانیم، اونقدر یعنی در مشکلات نمی افتیم، از سببی که در اینجا یگان مسئله فقهی پیش نآمده است. اما ما دقیق این را فهمیده نمی توانیم که آیا پیامبر صلی الله علیه و آله این گپ رو گفته است، آیا این به پیامبر صلی الله علیه و آله این سند میرسد نمیرسد، ما فهمیده نمی توانیم. چون که در وقتی نقل کردن سند همین حدیث چندین تا نمودها وجود دارد و همش از جهت قوت با هم دیگر با هر یک دیگر برابر هستند. این رو گفته میشد مضطرب السند. انشالله در همین جا درس ما به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.